بسم الله الرحمن الرحیم. آیا میفهمین که صفت الحکیم که یکی از اسماء و صفات الله هست چی معنا میده؟ الحکیم حاکمی که احکامش دارای حکمت است. یعنی الله سبحانه و تعالی حکم کننده هست، تعیین کننده احکام حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب و زشت الله سبحانه و تعالی می باشه و تمام احکامی را که الله متعال تعیین کرده با اساس حکمت می باشه که در هر حکم الله به میلیون ها منفعت است برای مخلوقاتش. و السلام علیکم و رحمت الله.